به کتابخانه البیرونی خوش آمدید. جایی برای شنیدن، اندیشیدن و پیشرفت. زیرا هر کتاب آغازی برای پیشرفت است. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. بسیار خوشحالیم که در نخستین قسمت از پادکست کتابخانه البیرونی با شما همراه هستیم. در این مجموعه تلاش میکنیم اندیشه ها و پیام های مهم کتاب های ارزشمند را به زبان ساده، منظم و قابل استفاده معرفی کنیم. کتاب های در حوزه روانشناسی، توسعه فردی، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ و علوم انسانی. هدف ما ارائه خلاصه کامل و جای خواندن کتاب نیست. می‌خواهیم شما را با مهمترین اندیشه ها و پیام های هر کتاب آشنا کنیم و انگیزه ایجاد کنیم تا در صورت علاقه نسخه اصلی آن را با دقت بیشتر مطالعه کنید. در نخستین قسمت پادکست کتابخانه البیرونی به سراغ یکی از شناخته ترین آثار روانشناسی معاصر می رویم. کتاب طرز فکر، روانشناسی نوین موفقیت، اثر کارل دویک. این کتاب درباره یک پرسش بسیار مهم است. چرا بعضی افراد پس از شکست دوباره تلاش میکنند و رشد میکنند، اما بعضی دیگر پس از نخستین شکست اعتمادشان را به خود از دست میدهند؟ چرا بعضی انسانها با وجود استعداد فراوان پیشرفت محدودی دارند، اما برخی دیگر با امکانات و استعداد کمتر به نتایج بزرگی میرسند؟ نویسنده کتاب استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد می باشد. او چندین دهه درباره این پرسش ها تحقیق و پژوهش کرده است. نتیجه اصلی پژوهش های او ساده اما بسیار تاثیرگذار است. به باور او موفقیت انسان فقط به هوش، استعداد و امکانات بستگی ندارد، بلکه به نوع نگرشی بستگی دارد که انسان در باره توانایی‌های خود دارد. نویسنده این نگرش را طرز فکر یا مایندست می نامد. طرز فکر به زبان ساده داستانی است که درباره خودمان در ذهن خود تعریف میکنیم. آیا باور داریم که هوش، شخصیت و توانایی های ما ثابت هستند؟ یا باور داریم که می توانیم با یادگیری، تمرین، تجربه و استفاده از روش‌های بهتر پیشرفت کنیم؟ پاسخ ما به این پرسش می تواند مسیر تحصیل، کار، روابط، مدیریت و حتی شیوه برخورد ما با شکست را تغییر دهد. به گونه مثال، دو محصل یا دانشجو را در نظر بگیرید. فرض کنید دو دانشجو در یک امتحان نمره پایینی گرفتند. دانشجوی اول با خود میگوید من باهوش نیستم. این رشته برای من مناسب نیست. هر قدر تلاش کنم نتیجه نمیگیرم. پس از آن انگیزش کمتر می شود، کمتر مطالعه می کند و شاید حتی از ادامه درس منصرف شود. اما دانشجوی دوم میگوید
این بار نتیجه خوبی نگرفتم. شاید روش مطالعه مناسب نبود. باید اشتباهاتم را پیدا کنم، بیشتر تمرین کنم یا از استاد کمک بگیرم. هر دو محصل یا دانشجو یک نتیجه مشابه گرفتند، اما واکنش آنها متفاوت است. دانشجوی اول شکست را نشانه ناتوانی خود می‌داند. دانشجوی دوم شکست را اطلاعاتی برای اصلاح مسیر می‌بیند. کارل دویک نویسنده کتاب میگوید تفاوت اصلی این دو نفر لزوماً در میزان هوش آنها نیست، بلکه در نوع نگاهشان به توانایی، تلاش و شکست است. همین تفاوت ما را به دو مفهوم اصلی کتاب میرساند: طرز فکر ثابت و طرز فکر رشد. طرز فکر ثابت چیست؟ در طرز فکر ثابت انسان باور دارد که هوش، استعداد، شخصیت و توانایی‌های اساسی او تقریباً از پیش تعیین شده‌اند و تغییری چندانی نمی‌کنند. کسی که چنین نگرشی دارد ممکن است با خود بگوید من استعداد سخنرانی ندارم، من نمی‌توانم زبانی جدیدی یاد بگیرم، ریاضی برای من ساخته نشده است، من ذاتاً آدم موفقی نیستم، من همین هستم و تغییر نمی کنم. در این نوع نگرش هر نتیجه به یک قضاوت کلی درباره شخصیت انسان تبدیل می شود. اگر فرد در کاری موفق شود احساس می کند باهوش و با استعداد است، اما اگر شکست بخورد ممکن است نتیجه بگیرد که توانایی لازم را ندارد. به همین دلیل افراد دارای طرز فکر ثابت معمولاً از موفقیت‌هایی که احتمال شکست در آنها وجود دارد دوری می‌کنند. آنان ترجیح می‌دهند کارهایی را انجام دهند که قبلاً در آنها موفق بودند، زیرا نمی‌خواهند تصویری که از هوش با استعداد خود ساختن آسیب ببینند. فرض کنید دانشجویی همیشه نمرات خوبی گرفته است. روزی استاد از او می‌خواهد در یک پروژه دشوار شرکت کند. این پروژه می‌تواند مهارت‌های او را افزایش دهد، اما احتمال اشتباه نیز در آن وجود دارد. اگر این دانشجو طرز فکر ثابت داشته باشد شاید پروژه را نپذیرد، نه به این دلیل که توانایی انجامی آن را ندارد، بلکه به این دلیل که می‌ترسد دیگران متوجه شوند او پاسخ همه پرسش‌ها را نمی‌داند. در ظاهر او از شکست جلوگیری کرده است، اما در واقع یک فرصت مهم برای یادگیری را از دست داده است. در طرز فکر ثابت هدف اصلی انسان بیشتر اثبات توانایی است تا افزایش توانایی. فرد می‌خواهد نشان دهد که باهوش، موفق و با استعداد است. بنابراین اشتباه کردن برای او فقط یک اشتباه ساده نیست، بلکه تهدیدی برای هویت او محسوب می شود. طرز فکر رشد چیست؟ در مقابل طرز فکر رشد و رو به توسعه بر این باور استوار است که توانایی‌های انسان می توانند با آموزش، تجربه، تمرین، بازخورد و استفاده از روش‌های مناسب گسترش پیدا کنند. البته طرز فکر رشد به این معنا نیست که همه انسان‌ها دقیقاً توانایی‌های یکسانی دارند. انسان‌ها از نظر استعداد، شرایط خانوادگی، امکانات آموزشی، سلامت، محیط اجتماعی
و فرصت‌های زندگی با یکدیگر متفاوتند. پیام کتاب این نیست که هر انسان میتواند بدون هیچ محدودیتی به هر هدفی برسد. پیام اصلی این است: نقطه آغاز ما الزاماً سرنوشت نهایی ما نیست. کسی که طرز فکر رشد دارد ممکن است بگوید هنوز این موضوع را به خوبی یاد نگرفتم. روش فعلی من نتیجه نداده است. باید روش دیگری پیدا کنم. این بازخورد می تواند به بهتر شدن کارم کمک کند. شکست امروز آینده مرا تعیین نمی کند. توانایی من می تواند با تمرین و یادگیری بیشتر شود. یکی از مهمترین کلمات در این نگرش کلمه هنوز است. به جای اینکه بگوییم من نمی توانم انگلیسی صحبت کنم، می توانیم بگوییم من هنوز نمی توانم انگلیسی را به خوبی صحبت کنم. به جای اینکه بگوییم من سخنران خوبی نیستم، می توانیم بگوییم من هنوز مهارت کافی در سخنرانی ندارم. جمله نخست در پیشرفت را می بندد، اما جمله دوم امکان یادگیری را باز نگه می دارد. یک شکست دو واکنش متفاوت. دو نفر را تصور کنید که برای یک فرصت شغلی درخواست دادند. هر دو تحصیلات و تجربه تقریباً مشابهی دارند، اما هیچ کدام انتخاب نشدند. فرد نخست به خود میگوید من به اندازه کافی خوب نیستم. دیگران از من شایسته تر هستند. شاید بهتر باشد دیگر برای چنین موقعیت‌های درخواست ندهم. این نتیجه گیری می تواند اعتماد به نفس او را کاهش دهد. ممکن است درخواست‌های بعدی را کنار بگذارد و حتی از فرصت‌هایی که برای مناسب هستند نیز فاصله بگیرد. اما فرد دوم از خود می‌پرسد کدام بخش درخواست من ضعیف بود؟ آیا CV یا رزومی من به اصلاح نیاز دارد؟ آیا باید برای مصاحبه بهتر آماده شوم؟ چه مهارتی را باید تقویت کنم؟ او نیز از رد شدن ناراحت می شود. طرز فکر رشد و رو به توسعه به این معنا نیست که انسان ناراحتی، اضطراب یا ناامیدی را احساس نمی کند. تفاوت در این است که فرد شکست را به یک حکم دائمی درباره ارزش‌ها و توانایی خود تبدیل نمی کند. او شکست را به اطلاعات تبدیل می کند. در طرز فکر ثابت شکست مدرکی برای ناتوانی است. اما در طرز فکر رشد شکست می تواند راهنمای مرحله بعدی باشد. آیا تلاش نشانه ناتوانی است؟ یکی از تفاوت‌های مهم این دو نگرش برداشت ما از تلاش است. برخی افراد تصور می‌کنند که اگر واقعاً با استعداد باشند باید بدون زحمت فراوان موفق شوند. وقتی انجام یک کار دشوار می‌شود، فوراً نتیجه می‌گیرند که استعداد لازم را ندارند. برای مثال، کسی که در آغاز یادگیری زبان انگلیسی با مشکل روبرو می‌شود، ممکن است بگوید من استعداد زبان را ندارم. اما فردی که طرز فکر رشد دارد می‌داند دشواری بخشی طبیعی از فرایند یادگیری است. او ممکن است روش خود را تغییر دهد، برنامه منظم‌تری بسازد، بیشتر تمرین کند یا از یک استاد و دوست خود کمک بگیرد. در این نگاه تلاش نشانه ناتوانی نیست، بلکه یکی از ابزارهای ساختن توانایی است. البته کتاب نمیگوید هر تلاشی حتما به نتیجه میرسد. گاه انسان بسیار تلاش میکند اما روشی او مناسب نیست. بنابراین رشد فقط به معنای تلاش بیشتر نیست. رشد یعنی تلاش هدفمند، دریافت بازخورد
اصلاح روش و ادامه یادگیری. برخورد ما با انتقاد. طرز فکر ما بر نحوه برخورد با انتقاد نیز اثر می‌گذارد. کسی که طرز فکر ثابت دارد ممکن است هر انتقاد را حمله شخصی تلقی کند. اگر به او گفته شود بخشی از کارش ضعیف است، شاید احساس کند تمام شخصیت و توانایی او زیر سوال رفته است. در نتیجه ممکن است از خود دفاع کند، اشتباه را انکار کند یا منتقد را مقصر بداند. اما کسی که طرز فکر رشد دارد میان ارزش شخصی خود و کیفیت یک کار مشخص تفاوت میگذارد. او با خود میگوید ممکن است این کار من نقص داشته باشد، اما این نقص قابل اصلاح است. البته چنین فردی هر انتقاد را بدون بررسی قبول نمیکند، زیرا هر انتقاد الزاماً درست و منصفانه نیست. اما به جای رد فوری آن از خود میپرسد آیا در این بازخورد نکته‌ای وجود دارد که بتوانم از آن استفاده کنم؟ این پرسش انتقاد را از یک تهدید و فرصتی برای یادگیری تبدیل می کند. موفقیت دیگران چه احساسی در ما ایجاد می کند؟ طرز فکر ثابت و رشد در واکنش ما به موفقیت دیگران نیز دیده می شود. در طرز فکر ثابت موفقیت دیگران ممکن است تهدید کننده به نظر برسد. فرد با خود فکر می کند و اگر او موفق شده است شاید من کمتر ارزش داشته باشم. به همین دلیل ممکن است موفقیت دیگران را کوچک بشمارد یا آن را فقط نتیجه شانس، روابط و امکانات بداند. اما در طرز فکر رشد موفقیت دیگران می تواند یک منبع یادگیری باشد. فرد می پرسد او چی کاری را درست انجام داده است؟ از تجربه او چه چیزی می توانم یاد بگیرم؟ کدام روش او می تواند برای من نیز مفید باشد؟ در این حالت موفقیت دیگران از ارزش ما کم نمی کند. برعکس می تواند نشان دهد پیشرفت امکان پذیر است. طرز فکر چگونه شکل می گیرد؟ اگر طرز فکر تا این حد یا به این میزان و اندازه بر زندگی ما اثر دارد، این نگرش از کجا می آید؟ کارل دویک می گوید طرز فکر ما تا حد زیادی در خانواده، مدرسه، محیط اجتماعی، تجربه های زندگی شکل می گیرد. ما از دوران کودکی کم کم یاد می گیریم که درباره هوش، استعداد، موفقیت و شکست چگونه فکر کنیم. فرض کنید کودکی نقاشی زیبایی کشیده است و پدر یا مادر به او میگوید تو واقعا با استعدادی. این جمله در ظاهر مثبت است، اما اگر کودک همیشه فقط به خاطر استعدادش تحسین شود، ممکن است به این نتیجه برسد که ارزش او به با استعداد بودن او وابسته است. در نتیجه روزی که با کار دشوار روبرو شود، شاید از ترس شکست از این دوری کند، زیرا نمیخواهد تصویری کودک با استعداد از بین برود. حالا همون صفحه را به شکل دیگری تصور کنید. والدین میگوید دیدم که چقدر با حوصله روی این نقاشی کار کردی. رنگها را با دقت انتخاب کردی. تمرین تو باعث شده است که کارت بهتر شود. در این حالت کودک فقط به نتیجه توجه نمی کند. او یاد می گیرد که تمرین، دقت، پشتکار و اصلاح روش ارزشمند هستند. البته تشویق و تلاش نیز باید واقعی و دقیق باشد. نباید هر نوع کوششی را بدون توجه به کیفیت و نتیجه آن تحسین کنیم. بهتر است علاوه بر تلاش، بر روش تمرکز، پیشرفت و یادگیری
کودک نیز توجه شود. مهمترین پیام کتاب. اگر بخواهیم پیام کتاب طرز فکر را در چند جمله خلاصه کنیم، می توانیم بگوییم استعداد نقطه آغاز است، اما نه پایان مسیر. شکست همیشه حکم نهایی درباره توانایی ما نیست. تلاش زمانی ارزشمند است که با یادگیری و اصلاح روش همراه باشد. بازخورد و فیدبک می تواند ابزاری برای پیشرفت باشد. موقعیت دیگران می تواند منبع یادگیری باشد، نه دلیلی برای کم ارزش دانستن خود. و مهمتر از همه، انسان مجبور نیست تا پایان زندگی همان کسی باقی بماند که امروز هست. دوستان عزیز، شاید بزرگترین هدیه این کتاب امید واقع بینانه باشد که در اختیار ما میگذارد. کارلز دویک، نویسنده کتاب، نمیگوید همه انسان ها یکسان هستند. نمیگوید هر کسی میتواند بدون توجه به شرایط هر هدف برسد. او یادآوری میکند که ظرفیت رشد ما اغلب بیشتر از چیزی است که تصور میکنیم. ممکن است امروز در بخش از زندگی احساس کنیم که به بنبست و مشکل رسیده ایم. شاید در تحصیل، کار، روابط، یادگیری یک مهارت یا اعتماد به نفس خود با مشکل روبرو باشیم. اما یک نتیجه ضعیف، یک اشتباه یا یک شکست تمام داستان زندگی ما نیست. می توانیم از خود بپرسیم این تجربه چه چیزی به من آموخته؟ چه تغییری در روش خود ایجاد کنم؟ قدم بعدی من چیست؟ اجازه دهید نخستین قسمتی از پادکست کتابخانه البیرونی را با این پیام به پایان برسانیم. آینده ما را استعدادمان به تنهایی نمی سازد. آینده ما را نگرشی می سازد که با آن به خود، به اشتباهات و به امکان رشد و پیشرفت نگاه میکنیم. سپاسگزارم که تا پایان نخستین قسمت همراه ما بودید. اگر این برنامه برای شما مفید بود، آن را با دوستان، خانواده، همکاران و دیگر محصلین و دانشجویان خود به اشتراک بگذارید و دیدگاهاتان را درباره پیام‌های این کتاب با ما در میان بگذارید. در قسمت‌های آینده با معرفی و بررسی کتاب‌های دیگر در حوزه روانشناسی، فلسفه، جامعه و توسعه فردی دوباره در کنار شما خواهیم بود. شما شنونده پادکست کتابخانه البیرونی بودید. جایی برای شنیدن، اندیشیدن و پیشرفت. زیرا هر کتاب آغازی برای پیشرفت است. تا دیدار دیگر، سالم، امیدوار و همیشه در مسیر یادگیری باشید.